به نام خدا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش زبان برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس. خب تو این جلسه قصد دارم بیشتر راجع به یه سری موارد اولیه صحبت کنیم، راجع به اینکه چه ابزارهایی رو نیاز داریم برای شروع برنامه‌نویسیمون و اینکه حالا اه، یه چند خط کد خیلی ساده رو هم بنویسیم، ران کنیم، اجراشو ببینیم و تا اینکه بتونیم در ادامه با هم پیش بریم. اوکی، خب چیزی که شما اول از همه نیاز دارید یک IDE و کامپایلر هست. IDE برای چی؟ برای اینکه ما یه محیطی داشته باشیم بتونیم داخلش چیکار کنیم، کدمون رو بنویسیم. از یک نوتپد خیلی ساده میتونه باشه تا اینکه ارزم حضورتون VS کد باشه یا اینکه کد بلاکس باشه یا هر IDE دیگه ای که مد نظرتون هست. هیچ فرقی نداره، هر کدوم که خودتون دوست دارین برین دنبالش و ازش استفاده کنید. ولی چیزی که من بهتون پیشنهاد میکنم برای شروع کار کد بلاکس هست. چرا؟ چون کد بلاکس خوبیش اینه که کامپایلرش خودش در واقع داخلش داره، همه چی رو خودش براتون نصب میکنه و خیلی جمع و جور و نیاز نیست شما خیلی خودتون رو به چالش و دردسر بندازید. اما اگه دنبال چالشید و دوست دارید چیزای بالتر تجربه کنید، میتونید مثلا پیشنهاد خودم، حالا چیزی که من خودم باش کار میکنم VS کد و یه مقداری خب نصب در واقع و برای اینکه بخواید به زبان سی پلاس پلاس کد بزنید یه مقداری یه کوچولو ممکنه کم اذیتتون بکنه، ولی خب میارزه، حال میده توی VS کد زدن کلا. ولی بازم اجبارتون نمیکنم، هر ایده که دوست دارید میتونید در واقع استفاده کنید و حالا با یه سرچ ساده میتونید راحت نصبش کنید و ازش استفاده کنید. حالا اگه میخواید از VS کد استفاده کنید سرچ میکنید که چجوری سی پلاس پلاس در واقع توی VS کد بزنم، بهتون قشنگ کامل راهنماییتون کرده. از همین بالا گفته که VS کد رو نصب میکنی و نمیدونم اکستنشن سی پلاس پلاس رو نصب میکنی و بعد میای کامپایلرهایی که حالا اینجا در واقع بهتون پیشنهاد داده، لینکش هم گذاشته، با توجه به سیستم عاملتون نصب دانلود میکنید و نصب میکنید و موارد دیگه ای که اینجا براتون توضیح داده دیگه من خیلی واردش نمیشم که بریم سراغ اصل ماجرا و یکم کد نویسی کنیم. خب بذارید که من VS کد خودم رو بیارم. خب اینا چیزایی که در واقع 10 بار من این حقیقتا ویدیو ضبط کردم ولی خب به ثمر نمیشست. چرا؟ یه بار نمیدونم اسکرین گرفته نمیشد، شعر نبود، یه بار صدا نبود، خلاصه که کلی اذیت شدم. ولی خب امیدوارم دیگه این دفعه به مشکلی نخوریم. حالا میریم با هم جلو ببینیم چی میشه، اگه نشد باز دوباره میگیرم، نگران نیست. خب خیلی به اینا کار نداشته باشید. این چیزایی که اینجا هست اینا رو به مرور بریم جلو. فانکشن ها رو توضیح بدم، نمیدونم تابع رو توضیح بدم، کتابخونه ها رو توضیح بدم، اینا میفهمید چیه. فعلا یه قالب کلیه که شما حتما باید داشته باشید تا بتونید تو این تابع اصلی اینجا که من الان دارم یادداشت میکنم اینجا چیکار کنید، کدتون رو بنویسید. اوکی. خب چیزی که معروف بین زبان برنامه‌نویسی موقع شروع کردن به یادگیری چیه؟ در واقع اجرا کردن برنامه هلو ورد دیگه. هلو ورد می‌نویسیم چی؟ هلو ورد و همین سادگی میخوایم یه خط کد رو به زبان سی پلاس پلاس اجرا کنیم. این خط کد چیه؟ در واقع من تو این جلسه گفتم موارد ابتدایی رو میخوام بهتون بگم، مثل چاپ کردن که یه چیزی رو بتونیم چاپش کنیم، یه چیزی رو بتونیم از کاربر به عنوان ورودی بگیریم، راجع متغیرها صحبت کنیم، موارد اولیه‌ای که پیش نیاز در واقع هر زبانی هستش. خب ما با دستور کلیدی سی اوت میتونیم یه چیزی رو چیکار کنیم؟ چاپش کنیم، پرینتش کنیم. پس می‌نویسیم سی اوت، دو تا از این علامت‌های کوچیک‌تر میذاریم و هر چیزی رو که می‌خوایم داخل دابل کوتیشن میذاریم و برای ما چیکار میکنه؟ چاپ میکنه. همین رو بریم خروجیشو ببینیم. اینجا رو کلیر بکنم و هلو ورد اومد اینجا. چیکار کرد؟ برای ما هلو ورد رو چاپ کرد. دیدید اون پشت بود، خیلی جالب نبود. برای اینکه ما بخوایم یه لاین در واقع بعدش بره در واقع پایینتر که واضح به ما نمایش بده این متنی که اینجا نوشتیم، ما بک اسلش ان استفاده میکنیم. در واقع چیکار میکنه؟ یه خط میاد بعد. اوکی. کلیر من همیشه چون سری می نویسم اشتباه می نویسم. خب پس چی شد؟ اولین دستورمون رو اجرا کردیم، خیلی راحت و ساده. حالا اگه اینم بگم خیلی هدفتون این بود فقط فعلا 4 خط کد بزنید و نمیخواستید اونها رو نصب کنید، میتونید وارد سایت های کامپایلرهای آنلاین بشید، خطاتون رو بنویسید، همونجا رانش کنیم و مشکلی هم
نیست، خیلی راه فراری ندارید اینجا دیگه، باید بالاخره این کد رو بزنید. خب پس اولین دستور رو ما یاد گرفتیم، خیلی راحت میتونیم هر چیزی که دلمون میخواد با دستور سی اوت چاپ کنیم. قبل از اینکه بخوایم در واقع من اینو بهتون بگم که چطوری از کاربر ورودی بگیریم، میخوام راجع متغیرها صحبت کنیم که ببینیم مثلا متغیرها چی ان، چه کاربردی برای ما دارن. خیلی سریع و کوتاه بخوام بهتون بگم، ببینید ما یه ورودی از کاربر میخوایم بگیریم یا اینکه اصلا یه دیتایی رو به صورت کلی میخوایم یه سری عملیات روش انجام بدیم بعد بریم چاپش کنیم، لازم داریم که این دیتا رو چیکار کنیم؟ ذخیره کنیم. حتما ذخیره کنیم، نگهش داریم. متغیر کارش اینه یه خونه ای از حافظه رو در اختیار ما قرار میده تا ما بتونیم دیتامون رو، اطلاعاتمون رو داخل چیکار کنیم؟ ذخیره کنیم و نگهش داریم و هر بلایی که بعدش میخوایم سرش در بیاریم. اما متغیرها خب انواع مختلفی دارن. مثلا من میخوام یه عدد رو ذخیره کنم، از نوع چی استفاده میکنم؟ اینتیجر استفاده میکنم. اوکی؟ پس متغیرها انواع مختلفی دارن. هر چیزی که در واقع نیاز دارم باید نوعش رو پیدا کنم و تعریفش کنم و ازش استفاده کنم. حالا چطوری یه متغیر رو تعریف میکنیم؟ همونطور که اینجا میبینید اول نوعش رو مشخص میکنیم. من میخوام یه عدد در واقع یه متغیر از نوع عدد تعریف کنم، بعد اسمش رو میذارید. سعی کنید اسم خیلی با معنی انتخاب کنید، مثل من از کاراکتر خالی استفاده نکنید. حالا چون اینجا بحث آموزشی و سریع میخوایم پیش بریم من یه دونه کاراکتر میذارم، ولی حتما شما یه اسم با معنا انتخاب کنید، چون فردا روزی پروژهتون بزرگ میشه، کداتون بزرگ میشه، برنامه‌تون بزرگه و بعد 1000 خط کد میبینید فقط یه x و y z میبینید که نمیدونید اینا چه معنی میدن. باز مجبورید اسکرول کنید برگردید عقب ببینید اونا چی بودن، کجا تعریفشون کردید و خلاصه اینکه تو این دردسر رو نیفتید حتما اسم با معنی تعریف کنید. خب پس من اومدم اینجا یه متغیر از نوع اینتیجر تعریف کردم، بعد مساوی میذارم، مقداری که میخوام داخلش قرار میدم و یک عضو جدای ناپذیر در سی پلاس پلاس سیمیکالنه. شما همه جا باید سیمیکالن بعد دستوراتون قرار بدید. هر خط دستوری که می‌نویسید بعدش باید چیکار کنید؟ سیمیکالن قرار بدید. خب پس من یه متغیر تعریف کردم اینجا از نوع اینتیجر. گفتم متغیرها انواع مختلفی دارن. مثلا میخوام یک عدد اعشاری ذخیره کنم، باید از نوع چی استفاده کنم؟ از نوع دابل. مثلا داخل y چی میذارم؟ یه عدد اعشاری میذارم 23.5 و عضو جدای ناپذیر سی پلاس پلاس یعنی سیمیکالن. نوع دیگه ای که داریم مثلا میخوام یک کاراکتر تعریف کنم، از کلمه کلیدی کاراکتر استفاده میکنم و چیکار میکنم؟ داخلش با کوتیشن یک کاراکتر دلخواه همو قرار میدم. دقت کنید اینجا چی گذاشتیم؟ کوتیشن. میخوام یه رشته ذخیره کنم، از چی استفاده میکنم؟ از کلمه کلیدی استرینگ استفاده میکنم و اسمشو میذارم و نهایتا هم توی دابل کوتیشن حالا اسم خودم اینجا مینویسم و ذخیرش میکنم. اوکی؟ فرق استرینگ و کاراکتر این بود که کاراکتر کوتیشن، استرینگ دابل کوتیشن. این نکته مهمیه که در واقع باید حواستون باشه. نوع دیگه که داریم و خیلی خیلی کاربرد داره مثلا تو شرط ها و حلقه ها، نوع بولین هستش. بولین مقدارهایی که میگیره چیه؟ یا صفر میگیره یا یک میگیره، یا صفر یا یک، که به جای صفر و یک میتونید شما true false هم بذارید. اوکی؟ خب پس یه متغیر از نوع بولین تعریف میکنم. سینتکس به این صورت بود که نوعش رو میذاشتیم، بعد اسمش رو میذاشتیم و بعد چیکار میکردیم؟ مساوی مقدارش رو داخلش میذاشتیم. مقدارش هم یا صفر و یک بود یا true false بود. من مقدارش رو یک میذارم. به همین راحتی. متغیرهای دیگه هم داریم، این که مثلا یه عدد بزرگ رو بخوایم ذخیره کنیم، نمیدونم انواع مختلفی داریم که میتونید با سرچ کردن خیلی ساده هر چیزی رو که دلتون میخواد، در واقع هر نوع متغیری که میخواید پیدا کنید و ازش استفاده کنید. اما معمولا چیزایی که ما باش توی برنامه‌مون سر کار داریم همین چیزایی که الان اینجا من بهتون گفتم، عدد صحیح و ارزم به حضورتون عدد اعشاری و کاراکتر و رشته و بولین. خب حالا من در واقع اومدم اینجا یه نوع اولیه، یک مقدار اولیه داخل متغیرم ریختم، ذخیرش کردم که حالا بعد میتونم چاپش کنم یا هر عملیاتی روش انجام بدم. حالا من میخوام چیکار کنم؟ یه متغیر خالی تعریف کنم. خب مثلا از نوع اینتیجر تعریف کنم، بعد بیام چیکار کنم؟ از کاربر بگیرم. با دستور چی؟ با دستور سین. پس با کلمه کلیدی سین علامت برعکس سی اوت یعنی چی؟ یعنی دو تا علامت بزرگتر میذارم و چیکار میکنم؟ ایکس رو اینجا مینویسم. الان پس ورودی رو میتونم از کاربر بگیرم. حالا بیاین چاپش هم بکنیم. سی اوت میکنم چیو؟ همون ایکس رو سیمیکالن که حتما باید بعد دستوراتمون بذاریم.
اینم چیکارش کنیم؟ بذارم این هلو برده رو پاک کنم، ولی اون بک اسلش ان باشه که بره خط بعد. پس الان بعد ما اما برنامه یه ورودی بگیره اینجا، اما یه متغیر تعریف کردیم x، بعد اما یه ورودی بگیره و چیکارش کنه؟ چاپش کنه. به همین سادگی. بذار اینا رو هم کامنت کنم. کامنت هم میدونید دیگه چیه. کامنت در واقع وقتی یه سری توضیحات میخوایم داخل برنامه‌مون در واقع یادداشت کنیم، یا بخوایم یه سری خطوط از کدامون اجرا نشه، میایم چیکارش میکنیم؟ کامنتش میکنیم. دیگه برنامه اینو در نظر نمیگیره، با دو تا اسلش برنامه اینو در نظر نمیگیره، اجراشو نمیکنه و فقط چیزایی که الان اینجا اجرا میشن اینه که یک x تعریف کردیم توی ورودی، اما میگیره x رو و بعدم چاپش میکنه. اوکی. حالا بریم خروجی رو ببینیم. خب الان برنامه اجرا شد، منتظر که من این ورودی بهش بدم. مثلا من عدد 800 رو میدم، اینتر میزنم و چیکار کرد؟ 800 رو برای من چاپش کرد. اوکی، خیلی ساده بود دیگه. پس ما میتونیم با دستور سین ورودی از کاربر بگیریم، با دستور سی اوت بیایم در واقع هر چیزی که دلمون میخواد رو چاپ کنیم. و راجع به متغیرها صحبت کردیم، اینکه متغیرها به ما این امکان میدن چیزی رو ذخیره کنیم و متغیرها گفتیم انواع مختلفی دارن که حالا اون نوع‌های خیلی مهمش من اینجا براتون آوردم. خب چیزایی که به نظرم لازم بود توی این جلسه خدمتتون عرض کردم. ان شاءالله توی جلسات بعدی میریم جلوتر و نکات بیشتری رو بهتون میگم و موارد جدیدتر رو با هم کار میکنیم. امیدوارم تا اینجا براتون مفید بوده باشه و شب و روز خوبی داشته باشید.